هموطنان عزیز سلام و درود خدمتتان. انشاءالله همتان جور صحت و از گزند روزگار بدور بوده و ایام مبارک رمضان با خوبی و سلامتی در حال سپری باشه. اطاعتتان، عباداتتان، اذکارتان، نمازهایی که میکشین و بالاخره روزی که میگیرین انشاءالله مقبول درگاه حق باشه. هموطنان عزیز شما در جریان هستین که تقریبا از 5 سال شده، از 5 سال بدین سو امو اولادا و نسل باقی مانده اونمو گروه های جهادی نبود شر و فساد میگم، امو شورای نظاریا و امو پکولکی های دزد چپاولگر بیناموسی که شهر کابل ما را به کدام حالت رساندن. نسلی از اونا باقی مانده اولادای از اونا آمدن در اروپا و امریکا چنان توهین میکنه که نه در انسانیت است، نه در اسلامیت است، نه در آدمگری است، حتی در حیوانیت هم چنین یک چیزی نیست. به خدا ما پشنا را بیخی خسته ساخته. چقدر حوصله بکنیم، چقدر برای شما محبت بتیم برادر. می صبر و مسخوت حد داره. خواهر، مادر، مشر قومی، مشر تاریخی، یعنی تمام ارزش های ما را اینا توهین و تحقیر میکنن. به خدا خسته شدیم هموطنان عزیز. ما به خاطر ماه رمضان از شما خواهش میکنم امی فحاشایتان، توهینگرایتان حمایت مستقیم و غیر مستقیم نکنین، به اینها گفت نزنین، برای اینا پول روان نکنین. یا به نفعتان نیست اینا که از آدرس تاجک و از آدرس هزاره میان به قوم ما سال تمام توهین میکنن. یعنی چی؟ دمی 5 سال کدام دستاورد دارین؟ نه، هیچ کدام دستاورد ندارین. برعکس منفور شناخته شدین. مکمل قوم تاجک مردم تازی میگه. به خدا ما پشنو میشرمیم که اکثر عمل نشان بدیم مثل شما رو بیایم خوارتان توهین کنیم، مادرتان توهین کنیم، زنتان توهین کنیم، بزرگتان توهین کنیم، مرده و زنده تان توهین کنیم. باز چی میمونه برای شما؟ فرق بین ما و شما نمیشه. خدا راستی قسم است اینمی پشنوی ما، امی بچهای ما را اجازه نمیده می سوشال میدیا. میگه خیر بگذارین یا حیثیت شرمه قدر است که توهین بکنه. اگر نه خو یاد داریم، خو ما هم خود دیگه ما اگر توهین هم نکنیم میتونیم 10 کتاب بیاریم به خدا قسم است چنان افشاگری کنیم که روی تانه داینه دیده نتونین، از شرم خود با تاجک گفته نتونین. رفتین شورای تاجکان جرمنی جور کو، شورای تاجکان امریکا جور کو، شرم نیست رو. ما یک چیز براتون میگم، حداقل با استفاده از این ماه مبارک رمضان برای یک ماه انسان شوین. یک ماه نگو که تاجک هستم، یک ماه بگو من انسان هستم، انسانی رفتار بکو. تا ختم رمضان تایید اگر تغییرات مثبت در وجودت نامد یا خوشت نامد بس پس تاجک شو. خواهرمون دو بزن، مادرمون هم دو بزن. میرین دیای برادر عزیز ویدیو جور میکنین، به 100 رقم گزینه را استفاده میکنین که ما را کم بزنیم. یک دانه کلیپ یک بعد پیدا میکنین، بسته نوشته میکنین قوم پشتون. بله از خدا در کشورهای آزاد زندگی میکنین، دموکراسی برادر عزیز همینجا است، آزادی بیان است. خودتان هم باز اقرار میکنین به شرمانا که گویا ما آزادی بیان میخوایم، ما حقوق زنان میخوایم، ما چه مالای طالب مبارزه میکنیم، ولی برعکس شما از طالب بدتر هستین. به خدا داعش واره رفتار میکنین. اینی بانو نغمه از زنتان، مردتان، سیاسونتان، طفلتان خدا راستی توهین کرد. گناه از می چیست؟ آیا حق نداره که به قوم خود یک شعر بخونه؟ پشتونستان خود طرف دیورن است دیگه. خود خب پدرایتان بگو پشتونستان کجاست؟ اونم اونجا را میگه. نکیتان پرسان بکنید. اونجا ظلم است، اونجا تشدد است، اونجا 100 رقم بیزتی است، اونجا باید ما استاده شویم. اون مردم خود ما سود لین دیورن ما قبول نداریم. بخوایم نخوایم امروز یا فردا بخیر که اردوهای ما قوی شدن و باز اشرار جور نشدن میخوایم اون میگیریم دیگه. باز یک توهین برای تو کی داده؟ آزادی بیان، ایمان سرش داری؟ آزادی بیان است. خواهرت دو زده، مادرت دو زده، کدام نقض قانونی کرده که تو یک بانو را توهین میکنی؟ فکر کن مادرت است، مادرت توهین میکنی تو. اصلاح شوین، به نفعتان است. کوشش نکنین که صبر ما با آخر برسه. روزه میگیریم، دروغ نمیگیم در ماه مبارک رمضان. به خدا دوستان دارم، به ما هر کدامتان احترام دارم. من از آریش میگم، من برادرای تاجک ما را میگم. هر دویتان عزیز ما بدر هموطن هستیم، مشترکات ما یکسان است، تمام ارزش‌های ما یکسان است. لطفا متوجه قضیه باشین. این پروژه است. میخواین که ما شما برادرها با هم دشمن شویم، باز اونمو جنگای داخلی باشه. در جنگای داخلی کدام قوم امن بود؟ هیچ کدام. کل ما در بدر شدیم، کل ما آواره شدیم، کل ما بدبخت شدیم. قربانتان با عزت باشین. حداقل به احترام این ماه مبارک رمضان خیر انسان شوین. وضع براتون میکنم. نشه که تو من رقمش نازید یک رگ دیوانگی دارم اینجا بیایم لایفا بگذارم باز کلتان خفه ناراحت ولی عزیزی رقم شد. دوستای ما زنگ میزنه. انسان شوین. هر عمل عکس العمل داره ولی ما عکس العمل نشان نداده. با خدا قسم است اگه داده باشیم. قربانتان با عزت باشید. متوجه خود باشید.